و بشارتی به جهت مؤمنان در این ایام بهجت انجام رسید به طور قطع و یقین و نوشتجات متواتره از تبریز و تهران و سایر بلاد که آن خبیث را تبریز برده بعد از امر به توبه از کفر خود و قبول نکردن او را با یکی دیگر از اتباعش که بر غی خود باقی مانده در 27 ماه شعبان امسال که سنه 1266 هجری است در میدان سربازخانه برده به دیوار بستند و فوجی از سربازان را امر کرده او را نشانه گلوله ساختند. بسم الله الرحمن الرحیم. در روز 27 شعبان در سال 1266 قمری مرگ باب رقم خورد. علی محمد باب شیرازی معروف به باب، مدعی نیابت امام زمان صلوات الله علیه، مدعی مهدویت، مدعی نبوت و الوهیت، کسی که در طی سالیان متعددی ادعاهای عجیب و غریبی رو مطرح کرد و بدعتهایی رو در دین گذارد، بالاخره در روز 27 شعبان به درک واصل شد. بزرگان دین علی الله مقامهم کسانی هستند که از پیشروان رد باب ملعونند، به خصوص عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی اعلی الله مقامه کسی است که چون دوره دعوت باب ملعون همزمان بود با حیات این بزرگوار بسیار زحمت کشیدند در رد این ملعون و آثار متعددی رو باقی گذاردند. آثاری که در دست است از این بزرگوار دو دسته است، دسته‌ای آثار غیر مستقل و دسته‌ای آثار مستقل. آثار غیر مستقل آثاری است که و بیاناتی است که در ضمن دیگر از کتاب‌ها و رساله‌ها و موعظه‌های خود اشاره فرمودند به باب ملعون و رد کردند ادعاهای او رو، مثل مواعظ یزد که در این کتاب بیاناتی دارند در زمینه رد باب. دسته دیگر آثار مستقل این بزرگوار است که به دو زبان فارسی و عربی نگاشته‌اند. رساله مبارکه ازهاق الباطل از جمله این رساله هاست که 3 باب دارد. رساله تیر شهاب در رد باب خسران مآب، همچنین رساله رد بعض تعویلات بابیه که به درخواست برخی از افراد نوشته اند. اینها نمونه هایی از تلاش های این بزرگوار در رد باب ملعون هست. همچنین مرحوم آقای شریف طباطبایی علی الله مقامه هم زحماتی رو در این باره متحمل شدند، از جمله در مقدمه جلد 2 کفایت المسائل به طور مفصل بیاناتی در زمینه رد باب ملعون دارند. آنقدر آزرده بود باب ملعون از مرحوم حاج محمد کریم کرمانی علی الله مقامه که با القاب ناپسندی از این بزرگوار یاد کرده است. همچنین یک لوح خاص رو اختصاص داده به رد مرحوم آقای کرمانی، لوح قناع، که رد این بزرگوار است و به خیال خود از طرف خدای خود نازل کرده ضد مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه. همچنین در راستای تلاش هایی که باب ملعون داشت برای جلب و جذب مرحوم آقای کرمانی، این بود که فرستاده‌ای رو به کرمان فرستاد که با این بزرگوار سخن بگوید و ایشان در جمع میان همه سران و کسانی که شاخص بودند و اعیان مملکتی بودند و همه شیعیان و محبین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه این فرستاده را رسوا و مفتضح کردند و او را از کرمان بیرون کردند که به حمدالله این جریان ها در تاریخ ثبت شده. در این فرصت اندک
به مناسبت 27 ماه شعبان به درک رفتن باب ملعون اشاره می کنیم که شبهه هایی رو درباره ارتباط بابیه با بزرگان دین مطرح کردند و در این فرصت کوتاه 2 شبهه رو پاسخ می دهیم. شبهه اول مربوط است به این که بزرگان دین علی الله مقامهم بشارت داده‌اند به آمدن باب ملعون. گفته‌اند که شیخ احمد احصایی، سید کاظم رشتی علی الله مقامهما به طور مکرر در درس‌های خودشان می‌گفتند که ظهور نزدیک است و باب ملعون، یعنی این علی محمد باب شیرازی، خواهد آمد به زودی و همه به او بگروید. پاسخ می‌دهیم که این تهمتی واضح است. بزرگان دین علی الله مقامهم شیعه اثناعشری بودند و روایات اهل بیت رو دیده بودند. در روایات رسیده از کذب الوقاتون، دروغ میگویند کسانی که وقت تعیین میکنند برای ظهور امام زمان صلوات الله علیه. شیخ مرحوم، سید مرحوم، سید کاظم رشتی علی الله مقامهما این روایات رو دیده اند، در کتابهای خود آورده اند و وقت هم تعیین نکرده اند که مثلا در سال 1260 شخصی ظهور خواهد کرد و قیام خواهد کرد و او مهدی موعود است. نه، اینها همه تهمت است به این بزرگواران. و همچنین در فرمایشات این بزرگواران، در فرمایشات شیخ مرحوم و سید مرحوم، برعکس آن بیان شده. فرموده اند شما هنوز در ابتدای مسیر هستید، هنوز آن آمادگی رو پیدا نکرده اید که امام صلوات الله علیه برای شما آشکار گردد. به خصوص نامه ای از سید مرحوم علی الله مقامه در دست است که اواخر عمر خود نوشته‌اند و در آنجا می‌فرمایند شما هنوز در ابتدای این سیر و سلوک هستید. چطور امام صلوات الله علیه برای شما آشکار شود؟ اگرچه مثل دیگر از علمای شیعه رحمت الله علیهم، شیخ مرحوم و سید مرحوم هم روایات ظهور و رجعت رو می‌خواندند و دعا می‌کردند برای ظهور این بزرگوار، شکی در این نیست. اما در عین حال اینکه بخواهیم بگوییم وقتی تعیین کردن برای ظهور، این کذب محض است، افتراست، تهمت است. آنچه که گفته‌اند در این باره فقط در منابع بابیه لعنهم الله است و تاریخ شیخیه و دیگر از تواریخ خالی از این مسائل است. پس این پاسخی برای این شبهه اول که میگویند شیخ احمد احصایی و سید کاظم رشتی مبشران ظهور باب ملعون بودند. خیر، هیچ اثری، کلمه ای، خطی در آثار این بزرگواران وجود ندارد که دلالت بر این مسئله کند. و اما شبهه دوم این است که میگویند باب ملعون علی محمد باب شیرازی شاگرد سید کاظم رشتی است. پاسخ میدهیم که شاگردی، لفظ شاگرد، لفظ تلمیذ، این از اصطلاحات اوساط علمیه است. در حوزه ها وقتی به کسی میگویند که شاگرد استادی است که مدتها در محضر او حاضر شده، از او درس ها فرا گرفته، به طور مرتب و مکرر نزد او رفته، آموخته، شناخته شده ی نزد استاد خود هست و چه بسا اجازه روایت هم از او گرفته باشه، او شاگرد است. اما اگر شما به مدرسه ای وارد شوید، در گوشه ای از مدرسه بنشینید، چند کلمه ای رو بشنوید از سخنران و از مدرس، شما شاگرد اون مدرس نشده اید. باب ملعون بسیار مدت اندکی رو در عراق بود و کمتر از آن در کربلای معلا حضور داشت و در اون مدت به درس‌های مختلف علمای مختلف حاضر می‌شد. از این جهت نمی‌توان گفت که شاگرد سید کاظم رشتی علی الله مقامه بوده است. گذشته از این که خودش در کلمات خودش حرام کرده است رجوع به کلمات شیخ احمد احصایی و سید کاظم رشتی رو. دشمن می‌دارد این دو بزرگوار رو. و چطور ما بتوانیم بگوییم که شاگرد
این دو بزرگوار است و از کلمات این بزرگوار استفاده کرده، بلکه ما میگوییم سوء استفاده کرده. و این در تاریخ اسلام سابقه داره. لیست به اول قارورت کسرت فی الاسلام. از همان ابتدای اسلام گروه‌های انحرافی و نهله‌های انحرافی همیشه سوء استفاده داشته اند از کلمات اولیای الهی. حال امثال این باب ملعون و تابعین او هم اگر سوء استفاده کنند از و سوء استفاده کردند از کلمات این بزرگواران، نمیتوان گفت شاگرد این بزرگواران بوده اند به اصطلاح طلبگی، به اصطلاح اوساط علمیه. تعبیر جالبی دارن مرحوم حاج محمد کریم کرمانی علی الله مقامه، وقتی که حالات خودشون رو می نویسند میفرمایند من مدتی چند ماهی رو به کربلا رفتم از کرمان و خدمت سید کاظم رشتی بودم و لزمت خدمته، من خدمتکار این بزرگوار بودم، در خدمت ایشان بودم. نمیفرماید در این 6 ماه در این 8 ماهی که خدمت ایشان بودم تلمس کردم، شاگردی کردم، چون مدت کمی است. خیلی دقیق، خیلی دقت ظریفی رو به کار بردن مرحوم آقای کرمانی. میفرماید لزمت خدمته، مدت اندکی رو در خدمتش بودم، برگشتم به کرمان و بعد مجددا مشرف شدم به عتبات و تلمذت عنده، و بعد به مدت 2 سال، نزدیک 2 سال نزد او تلمذ کردم. در وهله اول میفرماید لزمت خدمته، با اینکه 6 ماه خدمت این بزرگوار یا 8 ماه خدمت این بزرگوار بوده، تعبیر تلمذ رو به کار نمیبره، تعبیر شاگردی رو به کار نمیبره. میداند که تلمذ شرایط خاصی داره. در مراجعت بعد وقتی که نزدیک 2 سال خدمت سید مرحوم هست، تعبیر شاگردی رو به کار میبره و این نشان دهنده این است که شاگرد بودن و تلمذ شرایط خاصی داره که باب ملعون این شرایط رو نداشت و در نتیجه ما نمیتوانیم بگوییم که او شاگرد بود. اخیراً در همین سال اخیر کتابی رو چاپ کردند آقای موجانی که از پژوهشگران تاریخ ایران و عراق و این مناطق هستند. کتابی هم درباره تاریخ عربستان و نجد نوشته اند و سندها و وثیقه های تاریخی دوره عثمانی رو به خصوص ایشون کار کردند. حدود 8 سال یا 9 سال قبل کتابی از ایشون منتشر شد. نام این کتاب هست گزارش یک کشتار، که در این کتاب جناب آقای موجانی اسنادی رو از آرشیو عثمانی ارائه کردند که در همون سالها ما در کتاب نویافته های از زندگی عالم ربانی مرحوم سید کاظم رشتی علی الله مقامه استفاده کردیم، آوردیم و درباره جریان حمله نجیب پاشا به کربلا اسناد جالب توجهی رو ارائه کردن که نشان میدهد نقش مصلحانه مرحوم سید کاظم رشتی رو در جریان حمله نجیب پاشا و اینکه تبانی نکرده بودن این بزرگوار با لشکر عثمانی و بست اعلام شدن منزل این بزرگوار به علت موقعیت اجتماعی و مصلح بودن این بزرگوار در جامعه کربلای آن روزگار است. اخیراً امسال کتاب دیگری رو منتشر کردند. در این کتاب که فراسوی مه نام دارد، بحثی رو درباره شاگردی باب ملعون در کربلا مطرح کرده اند و بررسی های تاریخی دارند و اصلا درباره حضور باب ملعون در مدرسه سید مرحوم علی الله مقامه تردید تاریخی دارند. ایشون می نویسند در این کتاب که تازه ترین تحلیل درباره این جریان هست که اگر شخصی مثل سید باب در کربلا حاضر می شد، تأثیرات عجیبی رو در جامعه آن روز کربلا می گذارد و اینکه می بینیم این تأثیرات وجود نداره در تاریخ، نشان دهنده این است که باید در این مسئله ما تردید کلی داشته باشیم. عنوان نوشته ایشان در این قسمت این است: خبر حضور سید باب در کربلا، افسانه یا واقعیت. من عبارتهایی رو از این کتاب میخوانم.
در آن غوغای محاصره شهر و ضربات بی امان قوای عثمانی درسی برپا نمود و طلابی که در فراق و آسودگی بتوانند زندگی روزمره را دنبال کنند وجود نداشتند که سید باب یکی از آنان باشد. حتی اگر درسی برقرار بوده است، آمده ای چون سید باب که در گمنامی یک زائر سفر کرده و به شهری محصور گرفتار مانده بود، نمی توانست در جمع حاضران مجلس موعظه و انذار عالمی بزرگ تجلی آفتاب گردد، اما در نگاه خیل طلاب درس سید رشتی بیگانه و بینشانه بماند. آن هم عالم و مرجعی که به گزارش اسناد رسمی دولت عثمانی مجتهد مسلم مذهب شیعه هستند و بیش از 500 نفر طلبه در حلقه درس ایشان می نشینند و اسرار توحید را بحث و تقریر می کنند. تمام شیعیان در امر دین به اجتهاد ایشان عمل می نمایند. حتی روایت است که حضرت محمد شاه ایران به اجتهاد کاظم افندی عمل می کند. برای نفی کامل این گونه قصه پردازی ها کافی است برخی گزارشات موجود در بایگانی های رسمی دولت های ایران و عثمانی درباره تکاپوهای سید رشتی و شرایط بیت ایشان در آن زمانه آشوب زده مقارن ایامی که ادعا می گردد سید باب جلیس آن مقام بوده به شرح ذیل مرور شود تا روشن گردد سازندگان این حکایت ها طی دهه‌های بعد از دعوت سید باب تا کدامین میزان از فضای عینی شهر و سرایی که توصیف می کنند به دور بوده و در سرایش خود به گمراهی و غفلت در بیان جعلیات مبتلا شدند. همه اینها نشان دهنده این است که حضور باب ملعون در مدرسه سید مرحوم علی الله مقامه بسیار کمرنگ است. در صفحه دیگر ایشان نوشته است: این افسانه استاد و شاگردی یا مریدی و مرادی که در حق سید رشتی از زبان بابیان رواج یافت به سرعت در آن جبهه از ماجرا، یعنی نزد دولتیان قاجار که سخت تحت تأثیر دعوای شیخی اصولی بودند مستمسکی ساخت تا در آن بلوای پس از ترور اولیه ناصرالدین شاه ساده انگارانه بکوشند علاوه بر سرکوب بابیان بساط شیخیگری رایج عهد فتحعلی شاهی و صوفیگری دوره محمد شاهی را از ایران براندازند. و در جای دیگر نوشته اند: در همه اشارات و توصیفات از ماجرای دیدار بشرویه و سید باب در شیراز هیچ سخن و نشانه ای از آشنایی و حضور سید علی محمد شیرازی در کربلا نیست تا بتوان ادعای گفتگو و دیدار یا جذبه و خلسه میان آن دو را یقین دانست. همه اینها نشان دهنده این است که تعبیر شاگرد سید مرحوم بودن برای باب ملعون تعبیری نادرست است و بررسی‌های تاریخی منصفانه هم بر این قضیه صحه می‌گذارد. عالم ربانی مرحوم حاج محمد کریم کرمانی علی الله مقامه در جلد اول کتاب مبارک ارشاد خبر می‌دهند از آغاز ادعای باب ملعون و در جلد 4 کتاب ارشاد خبر مرگ باب ملعون رو ثبت کرده اند. در پایان این گفتار و این فرصت بخشی از عبارات جلد 4 کتاب ارشاد العوام را مرور می‌کنیم. و بشارتی به جهت مؤمنان در این ایام بهجت انجام رسید به طور قطع و یقین و نوشتجات متواتره از تبریز و تهران و سایر بلاد که آن خبیث را تبریز برده بعد از امر به توبه از کفر خود و قبول نکردن او را با یکی دیگر از اتباعش که بر غی خود باقی مانده در 27 ماه شعبان امسال که سنه 1266 هجری است در میدان سربازخانه برده به دیوار بستند و فوجی از سربازان را امر کرده او را نشانه گلوله ساختند و بعد از آن
او را 2 روز در میدان انداخته، مردم فوج فوج می آمدند و او را لعن کرده آب دهن بر او می انداختند. بعد او را در خندق انداختند و سگان او را از هم دریده اند و خورده اند و استخوانهای او تا مدتها در خندق افتاده بوده است. حمد خدا را که این غایله از دین اسلام رفع شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای منقلب ینقلبون. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.